سلام بینندگان گرامی. سلام. سوال نوبتی برنامه پورسوکوف، عمر خیام را میشناسید؟ اصلا در زمان خودش عمر خیام را نه چون شاعر بلکه همچون فیلسوف، ریاضیدان بزرگ، همچون ستاره شناس میشناختند. بله، میدانیم که میشناسید، ولی او در اصل کی بود؟ در علم ریاضی خیام کارهای بزرگی به انجام داده است و از خیام در باره این علم دو رساله به ما آمده رسیده است که رساله اول در باره معادله های درجه سیوم می باشد. او این اثر خود را به نظام الملک پیشنهاد کرد. بعد از این با دعوت جلال الدین ملک شاه سلجوقی عمر خیام به اصفهان می آید و 18 سال در رصدخانه اصفهان سرپرست می شود. ثمره مهنت او در این رصدخانه به جهان چی داد؟ یکی از خدمت‌های برجسته عمر خیام همین است که او تقویم جلالی را ساخته است. برای چه این تقویم را تقویم جلالی میگویند؟ و به احترام جلال الدین ملک شاه سلجوقی نام این تقویم را تقویم جلالی میگویند. پس چگونه شد که او را همچون شاعر تمام دنیا شناخت؟ و در یک دایره خردی دوستان و نزدیکان همچون شاعر شناخته میشد که بعد از مرگ شهرت شعر او بلند گردید. اکنون از مردم میپرسیم، شما میدانید که خیام نجوم شناس بود؟ نه. از کجا دانم؟ نه. نه. شما چی؟ نه. او کی بود میدانید؟ نه. نویسنده تاجیک؟ ندونم. شنارفم. نه نمیدونم. عمر خیام در سوای اسرانی که نمیدونم. من فقط راستش را گفتم. نه یادم دانست. مگر این را فراموش کرده می شود؟ شما میدانید که خیام نجوم شناس بود؟ نه. نباشد عقلتون رو یابید و بعد بیاید. نه. میفهمم. شما چی؟ لیکن شنیق نمیدونم. هیچ چیز نشونیدن نمیخوام، برو محالم بذارید. نمیدونم. در سایه نجوم او گلوبوس رو کشف کرده. شما خطا کرده جوانی خوب. نمیدونم. نه خبر ندارم که اینش. این تماما غیر امکان است. شاعر ایوخی. درست تر فکر کنید. نمیدونم. نه کی. نفهمیدم. نه شما ما رو فهمیدن نمیخواد. ماتماتیک بودنشو نه استرونوم موجود. استرونوم بودنش نه. دانستن میخوام که خودش چیم؟ دربارش نمیدونم هستی. نه. معلوم شد که داشتل بوده. در یادم نیست نکی. ولی او را هیچگاه کسی نشونیده بود. ایستان؟ نخود که خیام را هیچ کس نشناسد. او را میشناسند زیرا او خیام است. باور کنید. بله میشناسم. عجب نیکی. بله. اگر کسی که در همه جامعه ما عمر خیام را نشناسد اگر باید تاجیک نیست. عالی. میشناسه. شاعر. میشناسی من البته. نه دیدید من با شما گفته بودم. البته نخواد که نشناسه. بله میشناسم. میشناسم البته. بیشتری مردم او را همچون شاعر میشناسند. کی رو؟ عمر خیام را. عمر خیام شاعر. میشناسم. عمر خیام یکی از متفکران برجسته خلق تاجیک می باشد. چرا نه؟ خرد و بزرگی تاجیکستان باید عمر خیام بشناسد. بله، باید شناسند. بله. ما تا میشناسم. میشناسم. البته. بله. بله. عمر خیام شاعر. عمر خیام آواز شنیدگیم. البته. خیلی میشناسه. مگر این را فراموش کرده می شود؟ بله. میشناسی من؟ البته. شاعر است. نه خیام ها. بله میشناسم. بله. 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 شاعری خلقی جمهوری تاجیکستان. ما میشناسم. میشناسم. بله میشناسم البته. شما چی؟ میشناسید؟ شاعر، نویسنده، باز کی؟ عالم بودن. عمر خیام شاعر روبای سرا رو که نمیشناسد. عمر خیام را نه اینکه در تاجیکستان بلکه در تمام جهان با روبایی هایش معروف و مشهور است. کاملا درست. شاعر تاجیک.
فارسی زبان. شاعر نویسنده. همچون شاعر. بخشش شاعر بود. نویسنده شاعر روبنویس. من میخواستم از شما پرسم. او کی بود؟ شاعری روبوت نویس. عمر خیام شاعر نویسنده. بله عمر خیام یکی از شاعران بزرگ ما میباشند. او شاعر بود. شاعر نویسنده. شاعر. شاعر. شاعری شناخته تاجیکستان. شاعر نویسنده. شاعر هشتا. جواب ده. شاعر بازرسی توجیه. شما چی؟ شاعر نویسنده. شاعر. 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 بزرگ مهری تاج‌الدین چی میگوید؟ جای افسوس است که در جهان عمر خیام را زیادتر با شعرهایش میشناسند و باید که عمر خیام را همان گونه که هست شناسند. نخود یگان نفر او را همچون متماتیک، فیلسوف و نجومشناس نشناسد. اقلا شما. فیلسوف، متماتیک. باز؟ ادبیاتشناسی بزرگ. روبوی با قوت دارد. او شاعر فیلسوفی تاجیک بود. استرونوم، متماتیک. نشناسم. هم متماتیک، هم استرونوم، همچون شاعر بزرگترین در جهان این شناخته شده است. وای آدم بسیار چیزای آموختگی و نویسندگی تا حالی وای بزرگ است. متفکر ماتماتیک کلندری فارسی را عمر خیام اختراع کردگی هم یکی از ایرانی‌ها استفاده می‌برند. از تقویم خیام آگاهی دارند کو؟ شاعر نویسنده فیلسوف فیلسوف و متماتیک همین عالمی بزرگ بودن بکس. همچون شاعر، همچون ستاره‌شناس، ماتماتیک، انسیکلوپدیست بود. حکیم میگفتن اون دورده. حکیم عمر خیام درست گفته. جوانان چی میدونسته باشند؟ شاعر بود پیش از همه. یکی از متفکران بزرگی ملت تاجیک است و همچنین ماتماتیکی بزرگ بود. یکی از متفکران و یکی از شاعران برجسته فارس و تاجیک است البته و یکی از ریاضیدانان مشهوری عالم است. می‌بینم که جوانی پخته. بیشتر همچون یک متفکری برجسته خلق تاجیک. عمر خیام یکی از شاعران زبردست تاجیکستان میباشد. فارس زبان، عالم، متفکر، ماتماتیک همچون. درست گفته. شما چی؟ شاعر نویسنده و ریاضیشناسی بزرگ. بله و او عالم بود. عالم بود. شاعر بود همچنین. او شاعر زبردست. متفکر بزرگ. او ماتماتیک. بله خیام را میشناسم. پورسوکوف ما باشد ادامه دارد. بله و همچون استرونوم فیزیک میشناسیم. Календарь придумал уже. Я помню, да. Я фильм смотрел по нему. باید بسیار شاعر هستیم. مثلا نوروزنامه. بله نوروزنامه یکی از اثرهای اوست. باز چی را میدانید؟ درباره نجوم شناسی بسیار اثرهای را به تالیف رسانیده است. باز چی را میدانید؟ ولی از ماتماتیک ولی عالم فیلسوف شناخته میشد عمر خیام. همین قدر تمام؟ شما چی؟ یگان اثری او را میدانید؟ اثرهای تعریف کردهش وزیر. خوب فکر کنید. بوستان. نه. خوش. نوروزنامه ها میشناسم. آفرین. خیلی عجیب. ما تا حاضر از نوشتجاتی و از روایات او برای زندگی همچون دستورالعمل استفاده میبریم. درس‌های استرونومی بسیار کشفیات کرده است. الگبرا، الجبر در همین سواد بسیار کشفیات کرده است. شما چی؟ مثال ماتماتیکی که او در عصر 11-12 کار کرده بودند. عالمان ماتماتیکای اروپا تنها در عصر 16 حالی همین مثال‌ها را یافته بودند. تشکر. این برایمان یک معلوماتی نو بود. باز درباره او چی میدانید؟ از دیگر آثارهای عمر خیام چندان باخبر نیستم، لیکن از آثارهای شاعری او خبر دارم و روایات نیز از او میدونم. یا رب تو گلم سرشته من چه کنم؟ پشم و غضبم تو رشته من چه کنم؟ هر نیک و بدی که از من آید به وجود تو بر سر من نوشته من چه کنم؟ در سایه نجوم این از همه کلندر دقیق کرده است. حتی میگن که از همون کلندر گریگوریانی هم دقیق تر است کلندر عمر خیام. تقویمی که وای ساخته بود باور کنید از هم تقویم گریگوریان که از اسلام بسیار عمیق‌تر است. درست قید کردید. کشفیات ستاره‌شناسی بسیارتر. بچونو چرا این جای بحث نیست. صد رو بایش از یاد کردگی. با بغیر زوی با چی میدونم؟
умари Хайём математик мутафаккири бузурги форси тоҷик. асарҳои ӯ дар мавзӯи астрономия, физика хеле машҳуру маълум ҳастанд. ягон асарашро медонед? яке аз асарҳои машҳури ӯ ин наврӯзнома мебошад, ки қариб ба забони тамоми забонҳои дунё нашр аз ҷумла ба забони форсӣ, ба забони англисӣ ва ба забони олмонӣ рӯи чоп омаданд. ин хеле кам аст, боз чӣ? бале, боз чӣ? яке аз ҳамон китобҳое ки солҳои 70 ё 68 чоп шудагӣ буд, ин дар бораи ҳамон модулҳои квадратӣ ки ба тариқи назм пешкаши хонандагон кардагӣ буданд, аз тарафе ки Хайёми бузург ин чизҳоро дар ҳамон даври худ ҳал фасл кардагӣ буд. акнун муроҷиат мекунем ба бузургмеҳри тоҷиддин. ӯ чӣ мегӯяд? умари Хайём табиб ҳам буд ва ривояте ҳаст вобаста ба ин мавзӯъ, ки писари ҷалолуддин маликшоҳи салҷуқӣ бо номи султон санҷари салҷуқӣ дар хурдиаш бемор мешавад, бемории обила, ва умари Хайём ҳамин бемории сахти ӯро табобат мекунад. шӯҳрати табибии умари Хайём, маҳорати табибии умари Хайём то ба дараҷае буд, ки ӯро синои замони худ мегуфтанд. дар ин бора напурсидам. хулосаи назарсанҷии мо чунин аст: 35% умари Хайёмро ҳамчун мутафаккир, олим, нуҷумшинос мешиносанд, ки аксарияти онҳоро калонсолон ташкил мекунанд. 65% дигар бошад, ӯро ҳамчун шоир мешиносанд, ки аксарияти онҳоро ҷавонон ташкил мекунанд. саволи ояндаи мо бошад: дағалгӯӣ нишонаи меҳр аст? нахӯр. бале, дағалгӯӣ. то барномаҳои дигар, хайр.